الله تعالی ثنا گفت به آنهایی که الله تعالی رو ذکر میکنه در حالت راست ایستاده، من نماز بر راست ایستاده میخونه، قیاما و قعودا و نشسته و علی جنوبهم تکیه کرده. مثلا حافظ قرآن خسته شد، 1 ساعت نشست، 2 ساعت نشست، برای حفظ قرآن 10 ساعت باید نشستن نکن. کسی مثلا میخواد حافظ قرآن شود 10 ساعت باید یک شبانه روز برای قرآن جدا کنه. 10 ساعت زیادتی کند، لیکن برای طلب علم باید 10 ساعت کمش وقت جدا کنه. کسی 10 ساعت جدا نمیکند یعنی شعور از عالم شدنش. خب خسته میشد، یک خیل نشسته خواندن بگذار حالتش تغییر دهد. یک میشد خستانه. بعضی موسفیدای ما میگفتن که پیش از زمان شوروی اینو بعضی قاری‌های تاجیکای چی میکنن در گرد حوض قرآن ازیاد میکردن. همه خواب بودند در گرد حوض راه گشته، پیش حوض بود در هر یک محله، گرد همون حوض راه گشته حفظ میکردن. راه گشته، راه را رفته، نشسته، خواب کرده. حتی در جای خوابتون با پشت خواب رفتید مثلا بگذار تا خوابتون بردن تکرار کنید این چیزی که امروز حفظ کردید. حضرت عایشه رضی الله عنها مادر مومن ها در حدیث صحیح ثابت است میگن که من حیض بودم، عادتی ماهانه داشتم، رسول الله صلی الله علیه و آله بر آغوش من تکیه کرده قرآن میخوند. سرشان در آغوش عایشه رضی الله عنها همسرشان، پاهاشان دراز کردگی خواب کرده در بغل عایشه، یعنی در آغوش عایشه رضی الله عنها قرائت قرآن میکرده از حفظشان. اگر طهارتتون نباشد بله تپیدن قرآن در نزد 4 مذهب حرام است. قرآن بی طهارت تپیدن منع است، لیکن بی طهارت از یاد خواندن اجازت است. یا قرآن کشیدگی نرسیده میخوان اجازت است. بنابراین پای دراز کردن، نشستن، تکیه کردن اینا همش اجازت است برادر عزیز. همین بهانه کردن نخواندنش المهم خانتون